احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگارا بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد برادران و خواهران، الله همه شما را نگهبان باشد. با فضل الله تعالی ما تا حالا با هم درباره پیامدهای غفلت سخن گفتیم. پیامدهای غفلت زیادند، اما برایمان اجازه دهید تا درباره پیامد از پیامدهای غفلت که سبب به درد آمدن قلبها گشته است صحبت کنم. این پیامد غفلت از دعوت به سوی الله تعالی می باشد. امروزها امت با وجود دارایی عن هذه الأمانة الثقيلة وعن هذه المسؤولية العظيمة مقام و منزلت والا داشتن دعوت به سوی الله، باز هم از این امانت ارزشمند و مسئولیت بزرگ غافل هستند. آیا امروز امت این امانت را همانگونه ای که الله و رسولش فرمودند اجرا می کنند، یا از این وظیفه والا و رسالت ارزشمند در غفلت دردوار و خطرناک قرار دارند؟ بشریت در عین حال مانند مست می افتد و مانند دیوانه می خندد و این طرف و آن طرف دویده از درد ناله می کند، گویا چیزی را جستجو می کند در حالی که همه چیز را دارد. اما وقتی از الله و رسولش دور شده است، همه چیز را از دست داده است. بله، ما فقط زمان می توانیم روح و روان آرام و قلب شاد داشته باشیم که با الله باشیم. این امت دعوت است. وظیفه اش رسانیدن دین است. وظیفه این امت این است که بشریت را با الله آشنا سازد، بشریت را با رسول الله آشنا سازد. برادران و خواهران، ما بسیار کوتاهی کردیم. حق با ماست و باطل با غیر ماست. اما در زمان معاصر با تمام تأسف، با وجود این که حق با ماست، به آن شهادت ندادیم و این حق را که ما درانیم به اهل زمین آنچنانی که سزاوارش است با ادب، حکمت و تواضع نرسانیدیم. پس باطل آشکار شد و همه جا را فرا گرفت و گویا غالب شد و حق کناره‌جویی کرد، گویا مغلوب شده است. و ما از این واقعه درد میکشیم. ما درد خود را با دو روش بیان میکنیم. دردمان را چنان بیان و تعبیر میکنیم که سبب زیاد شدن ناراحتی امان میگردد، یا اینکه تعبیرمان با احساسات، هیجان و پرسر و صدای بی‌معنی است و حتی وقتی می‌خواهیم که حق را بیان کنیم و شاهد حق باشیم، با این کردارمان از حق دور می‌شویم
و این رفتاری پرسر و صدای ما سبب بغض و کینه اهل زمین نسبت به حق و پافشاریشان نسبت به باطل می شود. الله تعالی می فرماید باید از میان شما گروهی باشند که به سوی نیکوکاری دعوت کنند و به کار پسندیده امر کنند و از ناپسندیده منع کنند و آن گروهی رستگارانند. شما بهترین امتی هستید که برای مردمان بیرون آورده شده اید. به کار پسندیده امر میکنید و از ناپسندیده منع میکنید و به الله ایمان میآورید. بهترین بودن این امت به خاطر نژاد، قوم و زبانش نیست، بلکه این افضلیت به خاطر این دعوت است، به خاطر این امانت است، به خاطر این رسالت است. دعوت به سوی الله عبادت نفلی نیست و اختیاری هم نیست، بلکه آن برای هر یک مرد و زن مسلمان فرض است. برای هر کس به اندازه قدرت و تواناییش فرض است. بگو به درستی که هیچ کس مرا به برابری الله پناه نمیدهد و به جز او هرگز پناه نیابم. وظیفه من تنها رسانیدن پیام او است. وظیفه من تنها رسانیدن این دعوت است، تنها رسانیدن این رسالت است. به همین خاطر چگونه ای که در صحیح مسلم آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید هر پیامبری که الله تعالی در امت‌های پیش از من مبعوث کرده است، یاران مخلص و اصحابی داشتند که راه و روش او را در پیش می‌گرفتند و از دستورات او پیروی می‌کردند و سپس نسل‌های بعد آنها آمدند که به آنچه می‌گفتند عمل نمی‌کردند و کارهایی را انجام می‌دادند که امر نشده بودند. در این امت هم همین گونه است. پس هر کسی که با دست خود به مبارزه با آنها می‌خیزد مؤمن است. هر کس با زبان خود با آنها مبارزه کند مؤمن است و هر کس با قلب خود با آنها مبارزه کند مؤمن است. اگر چنین نکند به اندازه سپند یعنی خردل هم ایمان ندارد. آیا تو هم از جمله پیروان مخلص رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی؟ ای خواهرم، آیا تو هم با دعوت و رسانیدن دین از جمله پیروان مخلص رسول الله صلی الله علیه و سلم میشوی؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم نفرمودند که از من برسانید اگرچه یک آیت باشد؟ چند آیت حفظ کرده ای؟ برسانید تکلیف است. از من تشریف است. اگرچه یک آیت باشد تخفیف است. از من برسانید اگرچه یک آیت باشد تکلیف، تشریف و تخفیف است. بنابراین با الله قسم که بجز انسان محروم کسی خودش را از این خیر بنصیب نمی کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند الله تعالی حال کسی را که از ما چیزی شنود و سپس آن را همان گونه که شنیده به دیگران رساند نیکو گرداند، چه بسا کسی که حدیث به او می رسد آن را بهتر از شنونده اش می فهمد. بیا تلفن موبیلیت، صفحه اینترنتیت و شبکه اینترنتیت را برای با حکمت و با سخن زیبا به سوی الله دعوت کردن استفاده بر. تو فقط دعوت کن و بدان که دلها همه در میان دو انگشت از انگشتان الله قرار دارند. در بین سینه ها و عمق قلب ها مسکن اوست. پس چگونه او را فراموش کنم که در میان مردم او را فراموش می کند؟ گوش می شنود، چشم می گرید، روح می ترسد و قلب می خواهد. چرا نشنود؟ در حالی که آن سخن الله و پیامبرش است. سخنان خود را با این حدیث زیبای سرورمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به آخر می‌رسانم که مسلم و دیگران از ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند که آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس به سوی هدایت دعوت کند برای او پاداش مثل پاداش کسی خواهد بود که از او پیروی می‌کند و این چیزی از پاداش عمل کنندگان را کم نمی‌کند. و هر کس به سوی گمراهی دعوت کند گناهش مانند گناه کسانی خواهد بود که از او پیروی می‌کنند و این چیزی از گناه آنها را کم نمی‌کند. اگر الله کسی را به دست تو هدایت کند بهتر است برای تو از این که شتران سرخمه داشته باشی. از الله می‌خواهم که ما را از نعمت با شرف دعوت به سوی او و رسانیدن دینش با حکمت، مهربانی، نرمی و با تواضع آشنا ساختن مردم با الله و رسولش محروم نسازد. همانا الله به همه کار قادر و تواناست. سلام و درود الله بر پیامبرش محمد و بر خاندان و اصحاب ایشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة. فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء
بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى، أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى؟